سلام بچه ها، اومدیم با فیلم اول مبارزه های فرفره های انفجاری دراگون در مقابل هاربی. ببینیم چی میشه. دراگون و هاربی. دراگون سه تا لایه داره و اینطوریه. یکی اینجا داره که نگهش میداره. این سه تا، این دیسک دراگونه، اینم زیریشه. به برای هاربی این واسه هاربینه. باز این دیسکشه، اینجاها شمشیر داره برای زدن و این انزیریشه. بریم برای مسابقه. و با دسته های نخی هم قراره این کار انجام بدیم. نخی و شمشیری. دراگون با دسته شمشیری و با دسته نخی هاربی. دسته نخیش واسه لوینوره، دینامیتیه. اون شمشیری هم که اصلا شروع نمید. 3 2 1 رهاش کنید. هاربین داره سرعتش کم میشه. خیلی یکی به نفع دراگون. سه دو یک رهاش دراگون. و آخرین مبارزه و چون من با دسته شمشیری میخوام این دفعه بیام. با دسته شمشیری فاینیر، یعنی فیلی دلاهویا. سه دو یک رهاش. هاربین داره تمام تلاشش رو میکنه تا شکست بده. دیگه مثلا اینکه جان سخت مونده. خیلی خوب، 1-2 به نفع دراگون، به نفع هاربین. دراگون خب نه، دراگون ایستاد. 2 بار من بردم، 1 بار شما. آره نفع دراگون. و مسابقه به نظرم آخرش اگر من با پایان به جای ببرم. 3 2 1 رهاش. رفت بالا. این آخر کار دراگونه یا نه میتونه مقاومت کنه. تلاش میکنه برونو بزنه ولی نمیتونه.
فشار میزنه به دیوار که بیفته. خیلی خوب. هاربین 2 و دراگون 2 مساوی. این مساوی آخره. سرنوشت سال. هیچ حرکتی هم میزنیم این وسط. 3 2 1 رهاش. مثل اینکه نمیخوام به هم برخورد. همونطوری یه رو وایستاد. نه زمین رو تو کن. غیر قانونی. باز مثل یه استقامتی شد. تو استقامت هم دراگون. نه. مثل اینکه دراگون رفته به برچسب زمین چسبیده، در همین باعث شده سر برچسب که جمعه باید بشه. و هاربین برنده مبارزه 3 تایی میشه. 3 2 به نفع این. هاربین. مسابقه بعدی فایر و هلیوس آتش فشان میخوان مبارزه کنن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.